بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر حضور بینندگان گرامی، مجموعه خبری امشب سیمای جمهوری اسلامی ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم. ابتدا خلاصه مهمترین خبرها. پیکر مقدس امام خمینی، قائد عظیم الشأن، رهبر آزادگان و پرچمدار مبارزه با استکبار و ظلم، بامداد امروز با حضور دریای عظیمی از مردم سوگوار از مصلی بزرگ تهران تشییع و بعد از ظهر امروز در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز و هموطنان گرامی از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها توجه فرمایید. مراسم باشکوه نماز بر پیکر مطهر و مقدس امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در ساعت 7:35 بامداد امروز برگزار شد. نماز امروز به امامت آیت الله العظمی گلپایگانی و با حضور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی، آقای موسوی نخست وزیر، دیگر مقام‌های بلندپایه کشورمان، شخصیت‌های سیاسی مذهبی خارجی و میلیون‌ها نفر از مردم در مصلی بزرگ تهران اقامه شد. آغاز جنگ در منطقه خلیج فارس و با تاکید بر اینکه این درگیری می‌تواند آغاز یک فاجعه برای جهان اسلام باشد و باید هرچه زودتر متوقف شود، به دولت عراق توصیه کرد به ادامه اشغال خاک کویت پایان دهد و متقابلاً نیروهای خارجی سریعاً منطقه را ترک کنند. در پی حمله نیروهای چند ملیتی به عراق، رئیس جمهور با ابراز تأسف شدید از وقوع جنگ در منطقه خلیج فارس بر لزوم تلاش همه جانبه و همفکری و همکاری کشورهای منطقه برای پایان دادن به این فاجعه تأکید کردند. منابع خبری غرب اعلام کردند نیروهای چند ملیتی در نخستین مراحل عملیات طوفان صحرا تأسیسات و مواضع مهم نیروهای عراقی را در کویت و عراق هدف قرار دادند. کاردار عراق در الجزایر اعلام کرد تاکنون 76 فروند از جنگنده‌های نیروهای چند ملیتی توسط نیروهای عراقی سرنگون شدند. شلیک موشک به بغداد تا عصر امروز ادامه داشت. وزیر اطلاعات عراق گفت اوضاع در بغداد عادی است و صدام حسین امروز از نقاط مختلف شهر بازدید کرد. در رأس اخبار امشب مشروع مجموعه خبرها در ارتباط با جنگ خلیج فارس است. سرانجام 18 ساعت بعد از پایان مهلت شورای امنیت سازمان ملل به عراق برای خروج بدون قید و شرط از خاک کویت، عملیات طوفان صحرا با شرکت نیروهای چند ملیتی به فرماندهی آمریکا علیه نیروهای عراقی سحرگاه امروز آغاز شد. منابع خبری غرب مدعی شدند که در نخستین ساعات حمله تأسیسات مهم و مواضع نیروهای عراقی را در عراق و کویت به ویژه در شهر بغداد مورد حمله قرار دادند و ضمن وارد کردن خسارات عمده به تأسیسات و تجهیزات نظامی عراق، تمام رادارها و تأسیسات الکترونیک آنها را از کار انداختند. به گزارش واحد مرکزی خبر، در حالی که شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌های غربی سعی در پوشش گسترده اقدامات نظامی نیروهای چند ملیتی دارند، در جهت مقابل از هر گونه انتشار اقدامات نظامی عراق اجتناب ورزیده و با توجه به عدم دسترسی به خبرهای صحیح از این دست، هنوز از حجم فعالیت نظامی عراق اطلاع دقیقی در دست نیست. آخرین خبرها از منابع غربی حکایت از ادامه حملات هوایی و موشکی به شهرها و مناطق حساس عراق دارد، اما تحرک زمینی نیروهای چند ملیتی که قبلا خبر آن به وسیله رادیو مونتکارلو مخابره شده بود،
از سوی سخنگوی آمریکا تکذیب شد. لطیف نصیف جاسم وزیر اطلاعات عراق در یک تماس تلفنی با خبرگزاری الجزایر گفت وضعیت در عراق عادی است و روحیه مردم خوب است و تماس تلفنی عراق با کشورهای خارج برقرار است. وزیر اطلاعات عراق افزود تجهیزات نظامی استراتژیک عراق مورد اصابت قرار نگرفته است. در این میان صدام حسین امروز از نقاط مختلف شهر بغداد بازدید کرد. صدام حسین در پیامی که ظهر امروز خطاب به مردم عراق فرستاد ضمن دعوت از مردم عراق به مقاومت و اشاره به رویارویی کامل نیروهای عراق با نیروهای چند ملیتی بوش را شیطان خواند و افزود پیروزی با ماست. صدام حسین در بخش دیگری از این پیام رادیویی در حالی که تل‌آویو را تهدید می‌کرد که قریباً مورد حمله قرار خواهد گرفت فهد را جنایتکار خوانده و افزود عراق به رویارویی با نیروهای آمریکایی و متحدانش ادامه خواهد داد. رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از مقام‌های انتظامی رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد خبرنگاران حق ندارند اخبار مربوط به حملات موشکی به اسرائیل را به خارج مخابره کنند. آیت الله موسوی اردبیلی در خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن محکوم کردن بمباران مناطق مسکونی شهرها و روستاهای عراق گفت حمله موشکی آمریکا و همپیمانانش به پناهگاه‌های عمومی مردم در عراق وجدان بشریت را داغدار کرده و لکه ننگ بر پیشانی تمدن غرب نهاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر حضور شما هموطنان گرامی، مشروع اخبار امشب شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران را با خبرهای مربوط به جنگ منطقه خلیج فارس آغاز می‌کنم. شورای فرماندهی عراق با انتشار بیانیه‌ای در ساعت 15:30 امروز به وقت بغداد اعلام کرد که آماده است برای رسیدن به یک راه حل سیاسی قابل قبول از جمله مسئله عقب نشینی از کویت طبق قطعنامه شماره 660 عمل کند. در این بیانیه آمده است این آمادگی به عنوان قدم اول از جانب عراق می باشد و مستلزم آن است که کلیه عملیات جنگی چه زمینی و هوایی و یا دریایی متوقف شود و شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست کلیه قطعنامه‌های صادره ضد عراق را لغو کند. عراق همچنین اعلام کرد عقب نشینی عراق از کویت مستلزم خروج نیروهای چند ملیتی از خلیج فارس و اجرای کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد دیگر مسائل خاورمیانه می باشد. جان میجر نخست وزیر انگلیس در لندن اعلام کرد خروج قطعی و غیر قابل بازگشت نیروهای عراقی از کویت آشکارا برای همگان خبر خوبی است.